یه مثال دیگه که میتونیم بزنیم در مورد استفاده AI توی بزنس، توی سمال بزنس ها به خصوص خیلی حتما کمک میکنه اینونتوری کنترل و یا فورکاستینگ اینونتوری شما هستش. بذارید AI یا برنامه هایی که برای کنترل اینونتوری هستن با استفاده از AI دیزاین شدن فروش سال قبل شما یا چندین سال قبل شما رو نگاه بکنه. بر اساس اون میتونه تشخیص بده که فروش آینده شما از چه پروداکت هایی بیشتر خواهد بود و یا چه پروداکت هایی کمتر شما فروش خواهید داشت و بر اساس اون به شما یک پیشنهادی میده که چند تا از هر آیتمی یا هر پروداکتی رو لازمه که توی شلفتون نگه داره. حالا چه کمکی به شما میکنه؟ اولا استفاده از AI به شما خیلی کمک میکنه در صرفه‌جویی در وقتتون، به خاطر اینکه اگر AI نبود شما یا با منوالی این کارو میکردین یا کسی رو پی میکردین که اینونتوری آنالیست باشه و این کار برای شما انجام بده. دوما این که شما میدونید به تعداد مورد نیاز محصولتون رو بخرین و روی شلف بذارین یا توی انبار داشته باشین، چون اگر به تعداد زیادی بگیرید و بمونه ممکنه که خراب بشه، یا مثلا اگر توی فشن اینداستری هستین ممکنه که به قول معروف دیگه اون آیتم مود نباشه، براش خریداری نباشه، شما مجبور شین اون آیتم رو با یه قیمتی کمتری بفروشید. اگر هم کم بگیرین ممکنه مشتری باشه که حاضر این آیتم رو بخره ولی شما این آیتم رو ندارین، در نتیجه مشتری شما ناراضی خواهد بود و شما هم به حال یه پتانسیال فروشی رو از دست دادین.